سلام من حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال من. اسم من میناه، اینجا کانال لونیکس. اینو که دیدین بهتون گفتم که کلی گجت دیگه گرفتم، کلی گجت های از این باحال‌تر گرفتم. حالا قراره توی این ویدیو هم اون گجت ها هم یه سری وسیله دیگه کلا برای اتاق گیمینگم گرفتم و قراره با هم دیگه بریم که من وسیله‌ای که گرفتم بهتون نشون بدم و در آخر این گجت های باحالی هم که گرفتم الان نمیخوام بهتون نشون بدم اسپویل شه، اینا رو هم براتون آنباکس کنم. یه چیزایی قراره ببینین تو این ویدیو که قراره اپیلاسیون شه، پشماتون بریزه، قشنگ پشماتون بریزه. من که خودم چند تاشو باز کردم، همونطور که میبینین طاقت نیاوردم، ولی باز دوباره همینجوری گذاشتم که به شما یه بار دیگه نشون بدم. به ترتیبه از کم خوشگل ترین به باحال ترین قراره بهتون نشون بدم. کم زیباترین، کم جذاب ترین، کم از اینا ترین، نمیدونم. حالا و در کنارش یه سری نقاشی هم کشیدم که اونا رو میخوام بذارم رو دیوار. نقاشیمون بهتون نشون بدم، ببینین دیگه. اول از نقاشی خودم اصلا شروع میکنم. بریم. اول از نقاشیام شروع میکنم بهتون نشون بدم، چون که میخوام الان اینا رو بکنم. کلا اینا هم نقاشی خودمن. اینا رو بکنم، با اینا جاشون رو ببرم یه جای دیگه، احتمالا این دیواری که اینجا هست، که اون چیز خفنایی که بهتون میگم و همشون رو بیارم اینجا، چون متوجه شدم که وقتی که دوربینمو میذارم برای ضبط این پیشه خیلی ولی خب بهتون نشون میدم، ذوق کنید لطفاً. پیشی اولین نقاشیمه با لباس کوسه‌ای و این $1 که روش هم نوشته که اگه جواب داد چی؟ اگه جواب داد چی؟ Like, what if I had that one viewer and that viewer made me keep going and each day and more we. این یکی درخته با گلای صورتی خوشگل مستانی. ذوق کنید دیگه. خب بچه‌ها یکی قارچه. همیشه هم سعی کردم یه تم صورتی داشته باشه. این $1 صورتی شاینش میفته. آره خودم درست کردم و چسبوندم. دلار تخلبی. این یکی هم یه دونه چشم قلبی صورتی دوباره. این یکی تک دل منو بریدی کریم مسلمون نیستی تو. تک دله. و این یکی هم یه دونه بادکنک حیوانیه، یعنی حیوان بادکنکیه که پیپی کرده. به جز اون نقاشی ها یه سری تابلوهای دیگه هم یعنی نقاشی نیستن اینا، فقط تابلو دکوری هستن که اینا رو هم گرفتم که بهتون نشون میدم، چون اینا هم قراره تو دیوار. میگم چون قول داده بودم بهتون هر چیزی که برای اتاق گیمینگم میگیرم بهتون نشون بدم. این سه تا تابلو کشوریه. این یکی مال ایتالیاه، این یکی مال اسپانیاه و این یکیشم مال یونانشه. این 3 تا هم که دوباره اینا هم حالا میرم تو دیوار. خرید بعدی که برای اتاق گیمینگم کردم یادم نمیاد چیه. یادم اومد چیه. این روش که مینویسید یک نوری اینجوری از پایینش میزنه و بزنمش داخل برق و این تقویم ماهانه داره که بعد شما مثلا میتونید یه روزی رو روش مشخص کنید و روی اون روزه برای خودتون با ماژیک نوت بنویسید. این بیسشه، این پایشه. چرا حالا باز نمیشه؟ وای آها نه خدا مثل آدم کنده شد. نشو. ببینید اینجوری که میزنید این براتون نوشته های روشو روشن میکنه و همینطور یه ماژیک داره. خب من اینجا بنویسم مثلا ماه آبانیم، مثلا نمیدونم امروز چندمه واقعا، میزنم مثلا 18، بعد اینجا بنویسم شام. شما اینجا رو ببینید. بعد مثلا میگم 6، مثلا میزنم 5، بذار حالا چون واقعا یکی از دوستام تولدش 5 آبانه، اینجا میزنم 5، مثلا میزنم تولد زارا. فقط چون که تولد دوستم گذشته میدونم که الان بعد از 5 آبانیم، بقیه‌شو نمیدونم. بعدم این ماژیکشه، اینو باید نگه دارید. تخت پاکونش هم هست اینجوری.
تولد سارا رو حذف میکنیم. سارا دیگه تو 5 آبان به دنیا نیومده. سارا الان تو هر روزی که دلش خواست به دنیا میاد. خب خیلی دوستش داشتم. این خیلی باحاله نه؟ تو کامنت بهم بگید نظر شما راجعش چیه. بریم بعدی. امروز قرار نیست اصلا وقت خراب کنیم. بعدی یک خرس داریم که این خرس روی یک ماهی نشسته که این ماهه چراغه و روشن میشه و پازله. من نمیدونستم چرا اینا وقتی دارم میخرم داخل توضیحاتش دقیق ننوشته که اینا پازل. از این لگو کوچولوها هست که باید درستش کنیم. آیا اینجوریه که هر تیکه دقیقاً باید رو خودش باشه؟ وای آره. وای چقدر سخته. وای یعنی همه این تیکه کوچولو. وای بچه ها اینجا رو باید بیس رو بسازید و همه این لگو کوچولوها رو اینجوری مثل پازل بذارید رو همدیگه تا بتونید در نهایت این پشتم هست. حالا اگر حوصله‌ام شد بسازمش شما پشت این میبینیدش، اگر هم حوصله‌ام نشد بسازمش که دیگه نمیبینیدش. یعنی من حوصله‌ام نشد. بعدی درخت کریسمس صورتیه که قراره توی این هولبولک ها باشه. هولبولک حباب و همونطور که میبینید وای بچه فکر کنم اینم پازله. الان اینجا دیدم نوشته قابل ساخت. چرا اینا رو توی صفحه اصلی خریدش نمی نویسه که سلام من یک سگ قابل ساخت هستم و منو باید با دستای خودتون 6-7 ساعت وقت بذارید و شما یک مش بیکار و علاف هستید که باید منو بسازید. وای دقیقاً هم از همون مدل لگو کوچولو. خب کار نداره الان براتون میسازمش بچه. ساختمش. ببینید دقیقاً همین درخت کریسمسی که روی عکسش کشیده رو. چرا با حالت تأسف من رو نگاه میکنی؟ حال داری بیا برو بساز. بعدی این درخت شکوفه های بهاریه که من گرفتم رنگ صورتیشه و اینکه قراره که این صورتی بلبلی خوشگله عسلی مستانه جنگولی مستانه بلبلی قاشقی بیاد بره داخل قفسه. حالا یا این قفسه یا قفسه دیگری یا در یک قفسه یا یک روز یک جایی. شما ولی قرار ببینیدش تو کادر. شما در این کادر میبینیدش حالا یک جایی. خب بچه ها این درخت بلبلکیش بود که توش بود و اینم که پایه که به این شکلی که میبینید این درخت جنگول مستان میره و بعد به برق وصل میشه. USB به برق وصل میشه و اینجاش دکمه داره. چقدر قشنگه. وای من خیلی دوستش داشتم که ببین همین الان من اینو میگم که دیدی در پشت صحنه زحمت بکشه برامون جا بده اونجا تو بک‌گراند که ما اونجا یک درخت شکوفه بهاری داشته باشیم. شما همیشه از دیدنش در ویدیوهای من لذت ببرید. اگر این ویدیو رو داری میبینی یعنی جزء بچه‌های اول چنل منی و بعد تو ویدیوهای بعدی شکوفه بهاری رو دیدی یه روز زیر یکی از ویدیوها بنویس شکوفه بهاری. خب بچه ها شکوفه بهاریمون اینجا دارید میبینید که من برای که بیشتر مشخص باشه این لامپ رو الان آبی کردم چون صورتی بود اصلا چراغاش معلوم نبود. الان ببین چقدر خوشگله. اتاقم داره تبدیل به یک چیز رویا. بریم بعدی. این اولی بچه ها من فکر کردم که قراره یه دونه از همین بلوباب حبابا باشه. از این بلوباب که یه دونه روح توش نشسته داره کتاب میخونه و چراغای دورش هم روشن. من گفتم چقدر قیمتش خوبه واو و من اینو خریدم و بعد از این که رسیدم متوجه شدم آویز درخت کریسمسه. دیگه توقع چی داری؟ از چیز ارزونم سفارش دادی دیگه. ولی خب خدای عکسی که ازش گذاشته بود چیزی که من خریدم و اینجا براتون میذارم. خب الان دارید میبینید. دقیقاً من احساس کردم این الان قراره من یه دونه حباب بگیرم که یه روحی یعنی مجسمه همه چی کامله داره نشسته توش داره. خاک تو سرت.
معنی یک قورباغه‌ایه که داره مدیتیشن میکنه ولی در اصل یک جاودیه. این وسط پاش یه دونه گله که این گله یه سوراخ داره که این قراره جاودی باشه. اینم قراره بره داخل قفسم. نمیشینی؟ وا بچه‌ها نمیشینه. فکر کنم اگه اودم بیاد. بذار اودو بیاریم. خب این یه دونه اود. بعدی بچه‌ها یه سری پیشی آویزون گرفت. بچه‌ها واقعا پیشی آویزونن اینا. واقعا. بعد ببین قیافه‌هاشون و اینا یه پیشیایی که میری جای مختلف خونه میذاریشون و هر کدومشون توی پوزیشنه. این یکی میخوابه. خب این یکی اینجوری آویزون میشه به یه جایی و دمش پایینه. دمش میاد پایین. این یکی میشینه اینجوری. میشینه ساده نشست. این یکی دوباره آویزونه. اینجوری با دست آویزونه. قیافه‌هاشونو ببین. قیافه‌هاشون خیبار. ببین. الان با کوچکترین تکونی که همشون. وای این یکی رو ببین. این یکی دوتایی با هم آویزونن. ای ننه من عاشق پیشیم. عاشق پیشی. وایسین دیگه. چرا کشتیش؟ پیشی مرد. اینا رو میبرم یه جا میچسبونم چون با کوچکترین تکونی میافتن. اصلا بهشون اعتباری نیست. بریم بعدی. بعد از خانم گیلاسی با جزئیات عزیز واسه زیرش نمیدونم چرا اینقدر مرکز کردن و اینو ساختن و من میتونستم فقط به خانم گیلاسی بسنده کنم. نمیشد که. ما نیاز داشتیم خانم گیلاسی دوست داشته باشه. خانم گیلاسی تنها اونجا در تاقچه اصلا ناراحت بود. میبینم که بیشتر از من شما منتظری. بفرما شما آنباکس کن. تشریف بیارید بفرمایید این آنباکس رو افتخار بدید شما برامون انجام بدید. چرا سری پشتشو چک می‌کنی؟ خب بچه‌ها خانم گیلاسی چون تنها بود یه دونه دوست براش گرفتیم که برای کلش داره میفته. یکم انعطاف پذیر که این بره پیش دوستش خانم گیلاسی که خانم گیلاسی تنها نباشه. اینجوری میشینه. من نمیدونم بچه اگر اینا شخصیت‌های انیمه یا چیزی هستن واقعا نمیشناسمشون. بگین چون من انیمه خیلی به اون صورت تو زندگیم زیاد ندیدم. کم دیدم، اندک و محدود. چقدر واقعا جزئیات داره. بره بغل خانم گیلاسی. بچه‌ها اینجا اومدن ولی شما نمیتونید واضح ببینیدشون. این خانم گیلاسیه. این هم دوست جدیدیه که براش خریدم. این دوتا بعدی رو من حقیقتا بچه‌ها یه دونه ازش خریدم. آنباکس هم کردم. نمیخوام بهتون دروغ بگم. گفتم چون به ترتیب داریم میریم به جذاب برسیم الان دیگه وقتشه که بهتون اینو نشون بدم. انقدر دوستش داشتم که دوتا دیگه ازش سفارش دادم چون اصلا یه چیزی بود که تا حالا تو زندگیم ندیده بودم و واقعا سورپرایز شدم و مطمئنم شما هم الان براتون جدیده. مطمئنم. اگر هم براتون جدید نیست تو کامنت ها بهم بگید و بهم بگید چجوری براتون جدید نیست، کجا دیدید که من ندیده بودم و به من بگید این چیزای با مزه رو برام بفرستید من بخرم. خب این یک تابلوه. یک تابلوی نوری ساده. این یه دونه رو گفتم بهتون آنباکس کردم. دروغ نمیخوام بهتون بگم و بعد میگم از جذابیت زیاد دوتای بعدی رو سفارش دادم. میبینین یه خانومیه که داره نگاه پیشیش میکنه ولی بهتون گفتم که این تابلوی نوریه پس یه چراغ بعد پشتش روشن شه. ما اینو میذاریم تو برق. این الان تو برقه. این خانم زیبا داره نگاه پیشولیش میکنه. بهتونم گفتم که لامپ چراغیه ولی خب چراغش کو؟ ببینش دقت کن. اینجاست که باید دقت کنی. ته کلاس چه خبره؟ خانم اگه چیز خنده داری هست بگو ما هم بخندیم. بی‌تربیت. ببخشید یه لحظه معلم ادبیات درونم زد بیرون. نه ادبیات دینی و قرآن. خب چون معلم ادبیاتمو دوست داشت. حالا میخوام بمیرم از بس قشنگه. بچه‌ها وقتی روشنش میکنید پشت سرش منظره میاد. ببین یه بار دیگه این ساده سفید. وای بعد نور میفته تو صورتت. ببین صورتشون سیاهه. پیشی سیاه خانم سیاهه. اینجا ببین. حالا فقط این نیست. نورشو میتونی زیاد کنی یا نورشو میتونی کم کنی. یعنی منظره شهر رو میتونی کم کنی. ببین فقط بازم این نیست. بذار نورش اول زیاد کنم که قشنگ متوجه بشید دیگه چیه. نورش رنگش عوض میشه. شما میتونی یه شهر با تون گرم داشته باشی، یه شهر با تون سرد داشته باشی یا یه شهر با تون متعادل. ببین من اینو سردشو دوست دارم.
من اینو ندیده بودم. شما اگر دیده بودین تو کامنت ها بهم بگید. من اینو هیجان زدم کرد بعد از اینکه دیدم و تصمیم گرفتم 2 تا دیگه ازش بخرم. یعنی من فقط تونستم این 3 تا طرح از این مدل انیمش پیدا کنم. مدلای دیگه داشت که سلیقه من نبود و واسه همین من دیگه تو کار انیمه رفتم و این 2 تای دیگه هم گرفتم. این 2 تا رو منم ندیدم. بریم که با هم بازشون کنیم. بریم برای آنباکس اولی. خب بچه‌ها وقتی که باکسش رو باز میکنید این شکلی براتون ارسال شده، یعنی 2 تا محافظ به چپ و راست این چسبیده برای اینکه شما آسیب نخورده به دستتون برسه. وای چقدر قشنگه، یه خانومی. ببین چقدر جزئیاتش الان بیشتر معلومه. خانمی بغل دراز کشیده، آقا رو بغل کرده. آقا تو دستش عرق سگیه. خارجی یعنی اینا میتونن بخورم. خب اینم مثل که رنگش عوض میشه. شهر گرم، شهر سرد، شهر متعادل. من اینو بازم سردشو دوست دارم. اینم دومیش. بریم برای سومی. صبر کن. سومی من دیگه واقعا الان این 3 تا اگه رفت تو دیوار من از صبح تا شب میشتم تو اتاق فقط نگاه به این 3 تا میکنم. خب خودش اینه، یک آقایی تنها، آقای یا خانومه، حالا تا روشن نشه نمیفهمیم دختریه چون جزئیاتش خیلی تیر است. یک آدمی تنها با چتره، ولی از تو چترش میتونیم بفهمیم که قراره یه شهر خفن پشتش بیاد. خرزوق. آماده این؟ چقدر قشنگه. یه 2 دقیقه بچه‌ها صبر کنید، من قشنگ با جزئیات دقت کنم بهش بعد بهتون نشون میدم. این شهر گرم، شهر تماما سرد، شهر متعادل. من اینو بیشتر از همش دوست دارم. این 3 عزیز، این 3 دوست نازنین، یعنی من عاشق اینام. خیلی قشنگه. بریم بعدی. آخرین آنیماکس. دقت نکنید، نگاه نکنید. اینم من باز کردم بچه‌ها راستشو بخواید چون که بزولم چون که چی میخوام چی رو توجیه کنم. الان من دارم سعی میکنم چی هستم براتون توجیه کنم. حالا وای چقدرم کثیف شده. اثر انگشتای من رو سیاد. این تابلو بازم تابلوی نوریه، یک دیسپلی نوریه، ولی یک فرقی داره. این با اون 3 تا یک فرق داره. بچه‌ها این پلاستیک دورش بوده، بعد تو این بوده، بعد یه دونه کارتون مشکی دیگه هم، اونم ببخشید شرمنده، متشکرم. بعدن یه دونه کارتون مشکی دیگه هم روش بوده که شما فکر کنید الان من اینا رو براتون باز کنم. بذار اداش دارم بذارش. بعدن از تو اینم درآوردم. بعدن اینم ازش برشم. شما فکر کنید الان من اینا رو براتون باز کنم. خب بعد اینو میارید بیرون. اینم که دفترچه راهنماشه که من هیچ وقت نیاز به دفترچه راهنما ندارم. این الان روشن شد. اینجوری هم نیست. بعضی از یوتیوبرها دیدید اینو احتمالاً. من اینو توی ویدیوهای کامبیز اخباری عزیز کنارش دیده بودم و اینکه دلم می‌خواست داشته باشم. منم بزولم دیگه، رفتم سرچ کردم ببینم چیه و رفتم ازش خریدم. اپشو که دانلود میکنید وارد اپش میشید، شما دیگه به این وصل میشید. این یعنی الان داره کانکت میشه. ببین الان کانکت شد. خب شما از اینجا میتونید برید اصلا بشینید داخلش، روشو نقاشی کنید. قلب من الان براتون کشیدم. یه سری تمپلیت آماده داره که میتونید شما رو اونا بزنید یا اصلا میتونید مثلا بزنید عدد بذارید یا حتی میتونید تایمر بذارید. من اینو گرفتم برای اینکه بتونم روش این شینگول مستانی ها رو بندازم. اینجوری این جینگول مستانی ها رو بذارم، شما حالشو ببرید. اون پشت رو دیوار باشه و حالشو ببرید. خلاصه سابو بکوب. من نمیگم اینو بهت، این تابلو داره بهت میگه. لایکت نره، کامنت هم یادت نره. تو ویدیوی بعدی میبینمت. اگه از این ویدیوها دوست داری، آنباکسینگ دوست داری، یه ویدیوی دیگه هم الان برات این بالا گذاشتم که توش 3 تا ادوینت کلندر مخصوص کریسمس رو آنباکس کردم. همین الان برو اونم ببین. تو ویدیوی بعد میبینمتون. دوستتون دارم. بوس به کله تک تکتون. خداحافظ.
ببندش بهم بده. اینا رو ازش در اینجا یه کات میزنیم و اینا رو در آوردم. مامانم گفت ببینم چیه. تقصیر مامانم که من آنباکس کردم. خیلی معلومه که خالیه، وایسا محکم بکشم.